خب بریم با هم دیگه این سوال 23 مرحله 34 المپیاد ایران رو حل کنیم. اول یه توضیح در مورد سوال بهتون میدم. فرض کنید ما اینجا یه سری ستون داریم و یک نقطه قرمز به این صورت که توی تصویر میبینید. ما میخوایم یه قطر یا دور این ستون ها بکشیم به طوری که ناظری که بیرون یا از اطراف داره این ستون ها رو تماشا میکنه نتونه نقطه قرمز رو ببینه. مثلا همونطور که توی تصویر میبینید اگر قطر ستون هامون به این صورت باشه ناظر میتونه نقطه قرمز رو ببینه، ولی اگر قطرشون رو یک مقداری بیشتر کنیم همونطور که میبینیم ناظر نمیتونه نقطه قرمز رو ببینه. حالا سوالی که از ما پرسیده اینه کمترین مقدار شعاع این ستون ها باید چقدر باشه؟ از اون طرف هم گفته که فاصله بین این نقاط همشون برابره با هم دیگه، برابر 1 هستش و قطر ستون هامون هم همه با هم دیگه برابره. خب بریم سوالو به این صورت حل کنیم. اول من میام 2 ناحیه کلی توی این شکل تعریف میکنم. ناحیه اول رو به این صورت میتونید نگاه کنید. خب من مشابه این ناحیه اول و جاهای دیگه هم میبینم که حالا جلوتر توی ویدیو میبینیم. یه ناحیه دیگه هم داریم به اسم ناحیه 2 که به این صورته. خب من چرا میگم 2 ناحیه کلی وجود داره؟ چون همونطور که توی تصویر میبینیم ما مشابه ناحیه 1 رو میتونیم اینجا و حتی اینجا ببینیم. پس اینجا ما یه دونه ناحیه 1 داریم که اگر محاسباتی رو انجام میدیم در مورد همه اینا صدق میکنه. بریم سراغ ناحیه 2 ما این ناحیه 2 رو میتونیم اینجا هم ببینیم، میتونیم اینجا هم ببینیم و میتونیم اینجا هم ببینیم. پس من کلا میگم که 2 تا ناحیه بیشتر ندارم. حالا میریم وارد دیتیل این ناحیه ها میشیم. خب بریم از ناحیه 1 شروع کنیم. من اول میگم که فرض میکنم که این نقطه قرمزی که داریم نقطه 0 و 0 مختصات ماه. پس من میتونم بگم که این خطی که قراره بخوره به این نقطه قرمز بین این 2 تا خط آبی قرار میگیره و این فاصله در واقع محدوده شیب خط مورد نظر ما رو نشون میده. همونطور که توی تصویر میبینید و محاسباتش رو حالا میسپارم به عهده خودتون، شیب این خط بالایی میشه برابر 1/2 و شیب خط پایینم مسلما برابر 0 هستش. پس امی که ما اینجا داریم بین 0 و 1/2. توی مرحله بعدی هنوز توی ناحیه 1 ما توی مرحله بعدی میریم مختصات هر کدوم از این نقاط ناحیه 1 رو به دست میاریم با در نظر گرفتن اینکه مختصات نقطه قرمز ما 0 و 0 و به همین صورت مختصاتشون رو مینویسیم. پس من میگم این خط مورد نظر ما قراره یه همچین خطی باشه بین این 2 تا ناحیه که شیبشون رو تعیین کردیم. من اون 2 تا خط آبی رو پاک کردم که شکلمون شلوغ نشه. حالا بریم ببینیم که هر کدوم از این نقاط ما چه فاصله با این خطمون دارن. فاصله 1 نقطه از یک خط چی میشه؟ به این صورت فرمولش هستش. اگر اون خط ما از مرکز رد بشه، یعنی مختصات خط ما به صورت y مساوی با mx باشه. حالا فاصله هر کدوم از این نقطه ها رو از این خط مورد نظرمون به دست میاریم، به این صورت مینویسیمشون. بعد اینجا چیکار کنیم؟ یه مقایسه فاصله‌ای انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم که اون نقاطی که از این خط دورن مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کنن، ولی اون نقاط نزدیک‌ترا رو باید بررسی کنیم. حالا اینجا ما باید 2 تا نقطه رو پیدا کنیم که نزدیکترین فاصله رو به این خطه دارن. اینو از روی چی پیدا می‌کنیم؟ از روی اینکه اممون بین 0 و 1/2. پس یه ذره محاسباتمون رو درست انجام بدیم متوجه میشیم که نقطه 0 و 1، نقطه 1 و 1 و نقطه 2 و 0 نمیتونن جزء گزینه‌های ما باشن، چون فاصله شون نسبت به این 2 تا نقطه دیگه که تو شکل نشون دادم بیشتره. پس این 2 تا نقطه رو انتخاب میکنیم. ایدئال ترین جایی که این خط ما میتونه رسم بشه اینه که وسط این خط سبز باشه، یعنی در نقطه 3/2 و 1/2. اینجا ما باید اینطوری بگیم که من میگم که فرض میکنم من پس یه خطی دارم که قراره از این نقطه رد بشه. شیب این خطم رو محاسبه میکنم بر حسب اینکه این خط از 3/2 و 1/2 و 0 و 0 میگذره. شیبش به این صورت محاسبه میشه. اممون برابر میشه با 1/3. حالا بعد فاصله این خط رو از نقطه 1 و 0 و 2 و 1 به دست بیاریم تا بتونیم شعاعش رو محاسبه کنیم دیگه. حالا از همین فرمول فاصله یک خط از یک نقطه استفاده میکنیم. بازم میگم این فرمول
فرمول موقعی کاربرد داره که مختصات خط ما y مساوی با mx باشه و همونطور که میبینین دی ما، حالا اون فاصله یا شعاعی که داریم، برابر 1 به روی رادیکال 10 میشه. دقیقاً همین کارها رو توی ناحیه 2 هم انجام میدیم و من سریعتر توضیح میدم اینو دیگه. این شکل کلی ناحیه 2 مونه، این مختصاتاشون هستش. این دوتا خط آبی در واقع محدوده شیب خط ما رو مشخص میکنن و متوجه میشیم که پس اممون بین 1/2 و 1 هستش و این خط مورد نظر ما بین این دوتاست. حالا دوباره مثل قبلی میایم میبینیم که کدومشون فاصله زیادی از این خط قرمز دارن و اونا رو حذفشون میکنیم، مثل نقطه 0 و 2، نقطه 0 و 1، نقطه 1 و 1. اینا مسلماً باید حذف بشه. اینا رو میتونین چشمی هم حذف کنین، ولی حرفه‌ای ترش اینه که از همین فرمول فاصله یک خط از یک نقطه استفاده کنیم. خب پس من نقطه هایی که الان انتخاب میکنم 1 و 1، 2 و 1 و 2 و 2 هستش. حالا این دوتا رو با دیتیل بررسی میکنم ببینم که کدوم دوتا نقطه به این خط نزدیک ترن. توی محاسبات ساده ریاضی متوجه میشیم که 2 و 2 نسبت به 1 و 1 و 2 و 1 فاصله بیشتری داره، پس اینو حذفش میکنیم. میریم سراغ 1 و 1 و 2 و 1. دوباره مثل ناحیه اول میایم اول وسط این دوتا خط رو به دست میاریم که مختصات وسطش میشه 3/2 و 1. حالا باید شیب این خط رو به دست بیاریم، خطی که داره از 0 و 0 و 3/2 و 1 میگذره. دقیقاً همون روند ناحیه اول تکرار میشه. اینجا شیب خط یا اممون میشه 2/3 و بعد باید فاصله این خط از هر کدوم از این نقاط 1 و 1 و 2 و 1 رو به دست بیاریم. چون این نقطه وسطه، ما برای یکیش هم محاسبه کنیم کافیه و دوباره میبینیم که 1 به روی رادیکال 10 رو به دست میاریم و به این صورت همون گزینه مورد نظرمون 1 به روی رادیکال 10. امیدوارم این سبک ویدیوها رو دوست داشته باشین. میدونم که خیلی پاپیولار نیستش و همه شاید متوجه این سوالا نشن، ولی خب چون یکی از مخاطبای خوبم این سوالو چندین بار پرسیده بود، من گفتم که بهتر توی یه ویدیو بیارم. امیدوارم که اون مخاطب عزیز متوجه شده باشه. حتما بهم بگه اگر جایشو مشکل داره که براش با دیتیل بیشتر توضیح بدم.